کسانی که هویت طلبان رو متهم به خیانت میکنن به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول افرادی هستند که زبان آنها، زبان مادری آنها رسمی هست و اونها داده شدن حق دیگر اتنیک ها رو و آزادی زبان آنها رو در تضاد با منافع خودشون میدونند و قدرت نفوذ خودشون رو در این صورت تضعیف شده حساب میکنند که موضع اینها قابل درک است. هرچند که اینها چنین حسی دارند و احتمال اینکه همچین موضوعی هم پیش نیاد وجود داره، اما ما میگیم که اینها چون این حس رو دارند، این ترس رو دارند، به خاطر همین ما میگیم این قابل درک است تا حدودی. اما 2 گروه دیگه از افرادی هستند که زبان آنها رسمی نیست و زبان اونها در صورت دوام چنین شرایطی احتمال اینکه از بین بره هست زیاده. به خاطر همین اینها به 2 گروه تقسیم میشه. یک گروه از اینها که گروه زیادی هم نیست اما متاسفانه وجود داره، اینها آگاهانه با وجود اینکه میدونن که اینها هویتشون در خطر هست، زبانشون در خطر هست، آگاهانه دارن این موضوع رو میگیرن و بر علیه هویت و زبان خودشون عمل میکنن، به دلیل اینکه اینها منافع شخصی خودشون رو بر منافع قومی و ملی خودشون ترجیح میدن و اون زندگی کوتاه مدت یک انسان رو به دوام و زندگی ملی هویتی یک ملت ترجیح میدهند و اینها در واقع خائنین هستند. اما گروه دوم این قشر گروهی هستند که از روی نادانی و بی‌اطلاعی اینها مطالعات زیادی ندارند و تحت تاثیر شعارهای گروه غالب و یک اطلاعات سطحی چنین معمولا هم مواضع خیلی تندی میگیرن و بر علیه اون هویت طلبان بسیار الفاظ رقیقی هم استفاده میکنند و آنها در واقع کسانی هستند که اطلاعی ندارند از اینکه اون هویت طلبان خواستار چه چیزی است و اون چیزی که اونها میخوان چه ضرری بر این قشر وارد میکنه. مثلا اگر تحصیل به زبان مادری خواست هویت طلبان است، این چه منافاتی با یک آدم عادی که مواضع بسیار تند و سرسختی علیه این هویت طلبان داره و خودش هم از همان گروه هست، از همان گروهی هستش که زبانش داره از بین میره، چه ضرری برای اون داره؟ یا مثلا خواست اقتصاد برابر، خواست سیاست خارجی مبتنی بر منافع و هویتی اون اتنیک، چه ضرری، چه چیزی علیه این تمامی فشارها از طرف یک حکومت یا یک قدرت غالب یا گروهی که نفوذی در قدرت دارند بر علیه یک اتنیک یا گروهی که هویت مستقل و متمایزی دارند در جهت انکار هویتی اونها انجام میگیره، به دلیل اینی که اون حکومت، قدرت یا همون گروهی که نفوذی در قدرت دارند اینا در بلند مدت منافع خودشون رو در تضاد با هویت اتنیکی اون گروه میدونند و میخوان که اون گروه رو در بلند مدت از بین ببرن و این کار با سیاست گذاری های بلند مدت بگونه که افراد داخل اون گروه که میخواد از بین بره متوجه این سیاست ها نمیشن و در طول زمان این اتفاق میفته و اون گروه از بین افراد اون گروه عواملی رو از بین افراد داخل اون گروه برای این کار
وقتی صحبت از حقی میشه، حق و حقوقهایی که سازمان ملل اینها رو قبول کرده، برای نمونه حق تحصیل به زبان مادری، عده‌ای که منافع خودشون رو در تضاد با داده شدن این حق میدونند، اینها سعی در به حاشیه بردن این بحث میکنند و افرادی که این بحث رو پیش کشیدند رو متهم و به خیانت میکنند، خیانت به وطن، خیانت به این، خیانت به اون، که اینها اکثرا از روی آگاهی انجام میشه، یعنی آگاهانه این کار میکنن. اونا میدونن که چنین چیزی نیست و این حق و حقوق طبیعی هر ملتی هستش که حتی خود اون مملکت ها یا اون جاهایی که اینها در اون زندگی میکنن تو قوانین خود اونها گنجانده شده این حق و حقوق. اما اینا آگاهانه این کارو میکنن که از داده شدن اون حق جلوگیری کنن. خب موضوع اینا قابل درکه. اینها میشه گفت که اون عده غالب هستن که میخوان اون قدرت نفوذ خودشون رو حفظ کنن. اما عده دیگه ای از داخل این